و من میخوام بین همین دو گروه که یکی تماما بی‌پروا و یکی از حد سختگیر، یک گروه معتدل رو برایتون پیشکش کنم که در این باره شاگردان چند بپرسیده بودن. عزیزان، مدتی که بنده در مصر بودم، یا اسلوبی که حتی در خانه هم با 4 فرزندم، 3 تای کلانش خوردهش که هنوز کودک است، الحمدلله همراه شوهرم استفاده میبریم. این است که یک بین یک از حد سختگیری و از حد بی‌پرواگی یک گروه دیگری باید باشند، یک طایفه باشند که در مصر اساسا در استادها همین را دیده بودیم، چه شیخ مصطفی عدوی باشد که فرزندان خیلی زیاد دارن، یا مثلا شیخ های دیگر یا استاذه های دیگری که من شخصا به خانهشان میرفتم و حفظ قرآن را در آنجا کرده بودم، یا برای قرائت میرفتم یا درس های دیگر، میدیدم که فرزندهای آنها هم حافظ قرآن هستند، یعنی اکثریتشان از 12-13 ساله بالا فرزندها، اما مکتب میانه هم میخوانند، زبان انگلیسی هم میخوانند، متماتیک هم میخوانند. دیگر استادهایی که علوم شرعی و علم های دنیوی دهد با آنها هم رفت و آمد دارند. به یگان ورزش هم پسرچه ها علل خصوص می رود. یعنی آنها برای حافظ قرآن شدن از همه چیز مونده نبودن. خیلی که گفتم یک گروهی که در ما هستند به حجره ها میدن که همون حجره هایی که در ما هست برای کودکان 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله تقریبا دیده نمی شود در مصر. تقریبا شخصا که 10 سال در آنجا بودم دیده نمی شود. یا در دیگر دولت های عرب هم از جایی که من میدانم میبرند کودک را به نزد استاد. البته مادر در خانه کمکش میکند، مادر کمک میکند، کودک حفظ میکند، نزد استاد میرود، 1 ساعت 2 ساعت هم تکرار هم حفظش را میسپارد، برمیگردد. اون هم بعد از مکتب یا کمی بر وقت پیش از مکتب، اگر مکتب نصف روزی باشد، یا حتی شبانه بعد از نماز شام. حتی مادرهایی هستند که همه کاری خود را مانده کودک را نزد استاد میبرند. یا در آنجا که مثل آخر کمونیست های ما نیست، مسجد ها همه باز است و در مسجد ها استاد ها هستند، و مسجد ها میبرند که استاد ها در مسجد هم زیاد درس میدن. یعنی عموما تا جایی که من شناختم و دیدم اسلوب حفظ قرآن این بود که از همون لحظه که کودک الکی، یعنی هر پدر مادر میدونند که کودکش کی آماده است برای حفظ کردن. از بعضی ها 3 ساله 4 ساله، بعضی ها نه تا 7 سالگی نمیتوانند، یعنی به نطق و به برداشت کودک نگاه کرده مادرها از پی حفظ قرآن کودک میشوند. یعنی یک کودک هم مکتب میانه میخواند، هم هر روز یک مقدار کمی قرآن حفظ میکند با تکرارش، هم باز یگان ورزش میرود. یعنی عموما وقتش با علم است، با مردم هم معامله کرده میتواند. برابر این یعنی تمامی تقریبا طبیبان یا اینکه تمامی معلم های چی جغرافیا باشد و چی دیگر باشد، آنهایی که اهل دین هستند حافظ قرآن بودن. من مثلا در خانه که من زندگی میکردم و همسایه من خودش دکتر بود، هم خودش هم 3 فرزندش که آنها حافظ قرآن بودن، لیکن یکی معلمه جغرافیا، یکی یعنی دختر و پسرش مهندس بود، لیکن حافظ قرآن بودن و میگفتن ما آره برابر مکتب حفظ قرآن هم کردگی هستیم. از این چیز هم راضی بودن، هیچ اصلا نفرت نسبت قرآن نداشتن.